سلام و درود به پایان دوستان عزیز. خدا نگهبان تو باشه که همه وقت در بر مردم نیازمند دوستان خدا از همه تو راضی باشه. امروز ما قرار داریم در گورو دامده در شهر دامده که مقصد قریبی به ایروپورت دامده ده. دوستان عزیز یک برادر ما از ما خواهش کرد همچون برادر ما اومدیم خانه فروشی داره 6 سوتق زمین در نام خچه داکومنتاش یعنی همه طرفه بیا میبینیم ان شاء الله چی داره در نه. دوستان عزیز خونه ده تاجای ده خونه در ته روز کردگی ده تا در بالا روز کردگی با تمام صنعت داکومنتاش بعد این اینجا برگ روز کردگی زندگی کرده این خونه ریمون رفته شده این طرف بیو دوستان خلاصه این برگ که میبینید دوستان عزیز پول نسی این برگ چیه جایی که از ریمون کرده اهل بیت خشی در این برگ زندگی کرده سودیان مقصد خیلی اینجا حاجت خانه زمینی اما خانه با تمام صنعت است. دوستان مهربان باز میگم که یک بار دیگه در گورو دامدید قریبی ایروپورت دامدید دوفای خانه روزکارگی با تمام صنعت این برک شه که آینده میتونه یا یگان چی استفاده بره نمیدونم خلاص ما در خانه زن ها هستن کودکاشان در این برک او همه چیز شرایطو ایتیور کرده مثل خانه کلان یعنی که زندگی کرده ایستادن. خلاصه از این که در این شهر هم دچوهان یعنی که هم ریسلی هم دچوه روز کردگی به حد خشرو با تمام صنعت بیرن کرایه زدگی شکاتور شپاکلوف که خلاصه همه طرفا خوب درنش ریمون رفته شده. باز نپرسه که نرخ نوای چنده دوستان صاحب خانه گفت که 11 میلیونش بگو 11 میلیون روبل روسی خیلی سوم برای بعضی برادرای پولدار سوم نیست بگیم کدمت که شرایط داره در این گورو خانه های زمینی میخواه یعنی که بیای ان شاء الله گاز هم در این قریبش میگذره بعد گاز با تو فقط بگم تو درو که گازش توغوری کردگی نیسته. خوب خانه ریمون رفته ایستادیان اینا با بگم تو من آی پاس اکران گفتم اینا بچه هم تریش میگن پنل چی میگن اکایا پینا بلوک هستی روز کردگی سه کامنتا کوخنی وانه همه شرایطش درن سوز کردگی نه همش استوش اپیده شده. خلاصه یا برگم میگم دوستان مهربان چند خانه در پایینه چند تا بلوکه دو تا بالا دو تا تا کوخنی در بالا هم همچنین روز کردگی های در بالا چی داره فقط خانه تمام خانه دو خانه نه در بالا این دیم اتاج برماتیم دو تا اینا ایش چیه کلادوفکاشو دوشاویش هم خلاصه با تمام صنعت روز کردگی خلاصه این اوجش با آدم خوب نه موظف کردن نتونستیم گفتنی هستم دوستان مهربان که زنگ بزنه ها کوی که خیلی تماشا این حرمت زن میکنی قطعش هم صحبت شه بعد مسئله سکیتکش هم سکیتکش خوب میشوه یعنی که نرخش خشرو میفروره گفت 11 میلیون حاضرش بگوش بعد صحبتی خوب میکنیم خدمه که در حقیقتا خریدار همین خونه ها هسته انشالله میتونه زنگ بزنه انشالله هم صحبت چه قطعی صاحب خانه بیایه ببینه از نزدیک و خریدار شه او پاو توغوری کردگی هاست با اون او برکی که دوج استرخ میبینه باویا برک ما همش توغوری کردگی اینجا هم دو خونه ته دو خونه بالا و نه کوخونی همش در ته هم دارن در بالا هم خدا نگهدار حرکت کنی که خدمت خریدار همه زنگ بزنه بیکار مردم کار دارن یعنی که بیکار بکار وقتی قیمت مردم نگیره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.